چرا این سمت بدنم قوی تر از این یکیه؟ چون دچار عدم تعادل عضلانی هستی. یعنی چی؟ وقتی تمرین رو تازه شروع میکنی این مسئله کاملا طبیعیه و من دقیقاً بهت میگم چجوری باید درستش کنی. عالیه. خب اول با تمرینای یه طرفه شروع کن، یعنی تمریناتی که فقط از یه دست یا یه پا استفاده میکنی. تمرین از سمت ضعیف‌تر شروع کن و تا جایی ادامه بده که نتونی تکرار بیشتری انجامش بدی. تو بازه 6 تا 10 تکرار. 6 7 8 دیگه نمیتونم. خوبه. 8 تکرار. یه دقیقه استراحت کن و دقیقاً همون تکرار رو برای سمت قوی‌ترت انجام بده. 6 7 8 کافیه. همینجا تمامش کن. باشه ولی هنوز میتونم رو سمت قوی‌ترم چند تکرار دیگه بزنم. باید حتما رو 8 تمامش کنم. دقیقاً. اینجوری سمت ضعیف‌ترت به مرور زمان خودشو میرسونه. چند ست به این شیوه تمرین کنم؟ 1-2 ست کفایت میکنه. چجوری میتونم نکته‌های بیشتری یاد بگیرم؟ فقط کافیه پیجم فالو کنی.